سلام دوستان، یه نکته دیگه بهتون بگم. این ارت میبینید همیشه ببندید. حالا چه میخواد ساختمون ارت داشته باشه چه میخواد نداشته باشه. خب چرا؟ شما بعضی میگن این ساختمون که ارت نداره، حالا ما اینم ببندیم چه فایده داره. خب من دیدم که میگم خدایی نکرده خب یه کولری به هر دلیلی، حالا برقی کم و بیش میاد، ضعیف میشه، حالا قطع اتصالی، بارونی چیزی میزنه، حالا باعث برق گرفتگی یه نفر میشه. خب این کمپرسور باعث میشه یه نفر رو برق بگیره. اون شخص حالا به شکایت کنه، حالا یا فوت کنه، بستگانی شکایت کنن. میان اولین چیزی نگاه میکنن میگن یه سری آدمای ناشی میان. خب یه برقکار ناشی، یه آدم ناشی که اصلا نمیدونه ارت چیه، نمیدونه برق چیه، میاد اونجا میگه این ارتش وصل نیست. اگر وصل میکردید این شخص رو برق نمیگیره. حالا شما آیه بیار، هر کار میخوایی بکن، میگه آقا این ساختمون ارت نداره، من اینم میبستم بخواد. میگه آقا شما میبستید، شاید صابخونه بعدش میومد ارت ساختمون رو وصل میکرد. میدونید چی میگم؟ شما اینو ببندید همیشه. حالا چه میخواد ساختمون ارت داشته باشه چه میخواد ارت نداشته باشه. شاید بعداً گفتن آقا صابخونه اومده، چه میدونم ارت از آمریکا اومده وصل کرده به خونش. بهانه‌ای الکی یه کاری میکنن شما رو مقصر میدونن تو این حادثه. دردسر بخواید واسهتون درست نشه، پس ارتو ببندید.